جسد علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان را از دریای پنج پیدا کردند. این خبر را صبح 30 میلیون عارف ناظمیان سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده در فیسبوک نشر کرد. با گفته او جسد در حدود دهه کشتی ناحیه شمس‌الدین شاهین در روی آب مشاهده شده، نجات دهندگان آن را بیرون برآوردند و به ساختارهای دخلدار سپاریدند. با گفته عارف ناظمیان تشخیص پوره طبی معین کرد که آن رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان می باشد. هنوز معلوم نیست که مراسم ویدا با علیشیر میرزان‌آباد کی برگزار می شود. ماشین خدمتی علیشیر میرزان‌آباد روز 17 میلیون امسال در ناحیه درواز بر رود 5 سرازیر شد. مقامات گفتند رئیس ولایت با همسر و دختری 2 سالش و یاور و راننده‌اش از دوشنبه به خاروق برمیگشتند. تا کنون جسد یا پیکری صدانشاه جناب علی شاه، یاور و سینا مبارکشاه راننده رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان را پیدا کرده به نزدیکانشان دادند. پیکری امینه امان‌الله و همسری علیشیر میرزان‌آباد و دختری 2 سالش عارفه تا حال پیدا نشده است. مقامات میگویند کارهای جستجویی رویابی و زیریابی برای پیدا کردن این جسدها ادامه دارد. علیشیر میرزان‌آباد که در گذشته در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است، 46 ساله بود و از سال 2021 اداره ولایت بدخشان را بر عهده داشت. هرچند مقامات از شیوه رهبری و عملکردهایش در 5 سال گذشته ستایش کردند، گروهی از فعالان زاده بدخشان او را در سرکوب نارضاییان و بازداشت و حبس دیگراندیشان در منطقه تنقید می‌کنند.